این رقم در من نگاه نکن. تازه دوشنبه باید تست بدم. شاید اصلا مرا قبول نکرد. وا از تو بهتر کجا میخوان تو به این خوبی؟ سرعت پای تو رو کی داره؟ بعد 1 سال تمرین و بدبختی 1 روز قبل مسابقه گفتن بفرمایید شما مهاجر هستی. در تیم مگه پادرمیانی اسدی نبود که رایم نمیدادن، چه برسه در المپیک. حالا مثلا میخوای بری اونجا چه توفیقی بشی هان؟ این رقم میرم در لیگ اروپا، یک زندگی مثل آدمیزاد برا خود میسازم. میگی نرم میبرم برادرم. چه شود یه شهر خارجی هم میکنی از این چشابیان؟ آره پره اونجا، یکم برای تو سوغات میارم. ببین یعنی مدیونی نیاری یا حتما با خودت بیا. ببین اینم بفهمه بابام چی کاره است. 2 تا داره 2 تا دیگه هم قرض میده میذاره میره مثل امیر آقا که گذاشته رفت. خارجی باشه که زبانت هم نمیفهمه، چه برسه در شغل پدره. این رقم تازه بهترم من. قربونه تو نمیخواد لله من بشی، تو خودت جمع جور کن. خب بلند شو بلند شو. کجا؟ بلند شو وقت کمه، جان من سرد میشه کم میارم. بلند شو. غلط کردم بابا، حالا یه دقیقه بشینیم ساعت دیگه میریم. بلند شو برو اون. بیا گندت بزنن بابا، یه دقیقه نشستیم ها. خب میخواستی نکنی. برو خوشکی وقت نداریم. پامو بگی. برو 1 2 3 برو. باران آمد یارم بدالان آمد، از بالا باران آمد یارم بدالان آمد، یک بوسه طلب کردم وای وای چشمش بگریان آمد. دیوانه ای؟ لازم بود بزنم ده. خب میذاریدم تو که یک دفعه زدیدم یک دفعه دیگه هم میزدی. تو اینجا چی میکنی؟ چی میکنی؟ موی تو رنگ کردی؟ نه بچه رنگ کردی؟ مگم رنگ نکردم. چی میخوای؟ خب معلومه چی میخوام، من تو رو میخوام. خب وایسا بسری ببین چه گرفتم برات؟ گلشیر از کجا آوردی؟ خب یک دفعه نگاه کو بعد بگو پولیش از کجا آوردی. گلشیر از کجا آوردی؟ توی کارگاه میخواستن آبش کنن، گفتم آبش نکنید، به جای شیر در من بدید، از حقوق و ماهیانک باز برکت. مرتضی جان مرتضی، دل مرتضی. نه شاید دم از این روزا رفتم. بگی یک دفعه دستید کو ببین دستید نه یا نه؟ نمیفهمی تو نه؟ میگم دارم میرم. نه نمیفهمم، من نمیفهمم. معلوم نیه. امروز فردا. امروز یا فردا کی؟ معلوم نیه. نه من نمیفهمم، من نمیفهمم. ننای سلام. چی گرفتم؟ ننای کجایه؟ خوش آمدی بچه مکه، رسیدی؟ ای چیه؟ خانواده بشیر اینا رو آوردن. برای چی؟ تو نمیدانی برای چی؟ آخر هفته قرار عقد کنه. مگه نگفتم مالی وقتش نیه؟ چی فرق میکنه؟ خیلی فرق داره. من دوشنبه مسابقه دارم. اصلا معلوم نیه زندگی من چی موشه. شما سرخود چال انگشت نگرفتین؟ بشیر کدی مسابقه دادن تو مشکلی نداره. تو از کجا میدانی؟
اصلا چرا وقتی من نبودم گفتی بیان اینجی ها؟ تو که همش سرت تو مسابقه و مدال و این چیایا. برای این تفلک باید کلیه بخریم کلیه. بشیرینا گفتن 50 میلیون گله میدن. باید پول گله رو بگیریم زودتر نگینه رو عمل کنیم. چی میگی شما؟ کجا ماری؟ ما برو اینا رو پس بکن. نگینه جانشون نیسته. به هزار بدبختی یک افغانی پیدا کردم بهش کلیه بده. وقت نیستم مفهمی؟ تنها راش گرفتن این گله خب چیه؟ من خود جور میکنم. از کجا قومای پیسدار داری یا دوست آشنا؟ من خود پولچی را جور میکنم. بیعقلی نکن آجی. یک کاری نکن تنی بابایی تو در گور بلرزه ایقه. تو فکر کن به من دادی. خب من بهت پس میدم. چرا اینجوری میکنی بابا؟ یه بار ازت یه چیزی خواستم ها. ببین چی کار کردی با من؟ آره من گوه بخورم. آره من قشنگ گوه بخورم. چی شد؟ میگه پول بهره‌ای نمیده به افغانا. نگران نباش میرم از زنش میگیرم اون میده. آره میدم. ولی بعد چیشی میخوایی؟ که زن او برای رو شیر نقلشونی؟ میگم این عکس پسره رو نداری؟ کی؟ کی؟ شوهرمم. بشیر رو میگم دیگه. این که خوبه. آدم حسابیه. من بودم عاشقش میشدم. البته اما یه باری که عاشق شدم مثل 7 چند تا و آدم نبود. ما آدم نبودیم. اون که آدمه. تو که آدمی. چته؟ من نمیتونم زنش بشم. آها نکنه هنوز فکرت پیش اون پسر علاف مرتضاست. زن هیچکی نمیتونم بشم. واسه چی؟ چون آدم نیم. چی شده؟ درد نگرفت. کجای تو؟ اینجا. خوبه؟ نه قرص بدم خوب میشی؟ نه موقع باید آمپول بزنیم. چرا نمیم زودتر آمپول بزنیم؟ یک چیز ده تو بگم به کسی نمیگی؟ من میخوام تو رو ببرم خارج اونجا آمپول بزنیم. خب؟ فقط یکم باید صبر کنی من برم بعد تو رو مبرم باشه؟ نمیخوام زودتر بریم. باشه بریم. میارم من میسوزم. بیا بخور. ناجی بیا این شماره رو بگیر. آی زنگ بزن وقت بگیر. بدو. سب کن برم راستش رو بگم شاید قبول کرد نه؟ آره حتما برو راستشو بگی یا برو بگو تو کوه و دشت و کمن بلا سرم آوردن. یارم اسکل نمیفهمه. جا میزنه بدبخت. قضیه امیر یادت نیست؟ خب بزنم. بزنه؟ نگینه چی؟ سلامتیش برات مهم نیست؟ خب این رقم که نامردیه. عزیزم نامردی اونیه که نگینه طوریش بشه وقتی تو عمر داری نتوی تو صورت خود نگاه بکنی. به جای این حرفا زنگ بزن وقت بگیر. نمیگیری؟ بده من خودم زنگ میزنم. گل. الو. گفتی چند سالته تو؟ 23. خیلی خوب بیاین داخل. کار دوست پسرته؟
نه. پس چی شدی؟ ورزشکار. نام از طرف باشگاه تو بردی؟ نه. برو گواهی بگیر قانونی بشه، هزینه‌ش هم کمتر. تا بچگی آواره جنگ که شدیم قاچاقبر مرا از پدرم جدا کرد. بعد بالاخره ورزشکاری، قاچاقبر بله سرت آورده. خیلی خوب. این هزینه‌ش. یه هفته قبل عقدت باید بیای، بعد عقدت هم ورزش سنگین نمی‌کنی. چرا؟ چرا؟ ورزش نکنم. من که دوباره باید برگردی همینجا. من فقط میتونم یه کاری بکنم که یه شب خرید از پل بگذره. امروز انجام میدی؟ نه. ناجی ببخشید. خواهش میکنم. چرا نه؟ موگه ورزش نکن. خب چی رقم وقتی دوشنبه تستارم ورزش نکنم؟ تازه پولشی رو نداری. چه ببینم بیباره این تست گفتی تو بده تموم شه بره. پول عملتو جور میکنی. گفت یک هفته قبل عقد بی. چی رقم وقتی پنجشنبه عقد من بعدش بیام؟ اکرم من جانم بالا آمده که رسیدم ده شانس و موقعیت. نمیخوایم از دستش بدم. میفهمی؟ بیخیال شد. بیباری. بیا اینجا. بس که یادت رفته واسه چی اومدیم اینجا؟ نه؟ حالا این بچه آدم بیبار تو اتاق کارتو انجام بده، هرس منم بقدر نگرم. جانم آقای اسدی. الو، کجایی دختر؟ چرا جواب نمیدی؟ اینا زنگ زدن گفتن دوشنبه صبح تهرانن. خودتو خوب آماده کن. قبول شی هفته بعد اونجایی. خواستی فردا هم بیا تمرین. این آخرین شانست ناجی، حواست هست؟ الو ناجی، الو چی شدی؟ الو. بیدار شدی؟ و ناجیه کجا؟ بخیز بریم اما مقبولکم. بخیز. اینایه. یا مفتم نمیارزه. من پرسان کردم. زمینش طلا داره کمه ولی 4-5 تومانی موشه. من اون خاگم نداره. طلا مال مدال المپیکه نه المپیادی پرورشی. تو که همه چی را میدانی مرتضی. من چی میدانم؟ من چی میدانم؟ وایسا. بیرو بگی. شاید به درد بخوره. گیرمه پول گلهه. اگه حالشونه هسته شاید نرو. من این پدرسک باید الان بفهمم؟ در من الان باید بگی؟ تو میتونی از کارگاه طلا جور کنی؟ چقدر وقت دارم؟ تو 5 شنبه. چی شد؟ پس نمیاد دوسته؟ من مریض بعدیم بیاد دیگه وقت ندارم ها. چرا میاد؟ گفته میاد. تو اینجایی؟ دست درد نکنه 2 ساعت تو معطل تو هم خجالت نمیکشی ناجی؟ خیلی بیشوری. با تو مگه قنبون بیای دکتر؟ مرتضی رو گرفت. کجا؟ کارگاه طلا. چیکار کرده مگه؟ ناجی
این چیه؟ بردار وقتی دکتر بگیر با هم سرکار خانم را که در بگیرم